الکساندرا نیکیفوروا در نقش آنا، دستا کوکتمی در نقش هوشیار، علی احساندرو در نقش سلطان محمود، امیل چولگچن در نقش اسما سلطان. داستانی عاشقانه و زیبا از عشق سلطان محمود به کبوتر گیر افتاده در قفس، معلمی زیبا به نام آنا. سلطان قلبم. ای گلفتان خیره؟ وای تو که اومدی نوازنده ها یه آهنگایی زدن حظ کردم از دستشون دادی. خیره این چه قیافه‌ایه؟ صالحه، هیچ وجدانم راحت نیست. تصمیممو گرفتم، میخوام با پادشاه در مورد آنا صحبت کنم. ببینم میخوای چی کار کنی تو؟ هرچی هست درست و صادقانه بهشون میگم، تو هم مجازاتتو دریافت میکنی. نمیتونی. منو ببخش ولی باید بگم. باشه برو، ولی منم به پادشاه میگم چطور عاشقانه به نامیک پاشو نگاه میکردی. چی؟ حرف مفت نزن. فکر نکن من سادم گلفتان. وقتی نامیک پاشو اومد دیدم چطور دست و پاتو گم کردی و هیجان زده شدی. من که ساده نیستم. من میبینی؟ من تو رو بهتر از همه میشناسم. ما با هم مثل خواهر بزرگ شدیم گلفتان. الان به خاطر یه معلم خواهرت میخوای خراب بکنی؟ این کارو که نمی کنی. موضوع من بیشتر از یه حس ساده و صمیمی نیست. میدونم، مگه میشه که ندونم. رازت پیش من میمونه، نگران نباش. اما تو هم راز منو به هیچکی نمیگی. قول میدی؟ قول؟ باشه، قول میدم. بچه ها، دین مقدسمون بعضی حرفها و کارهایی که برای انسان و اطرافیانش ضرر میرسونه منع کرده و حرام اعلام کرده. یکی از این رفتارهای بد هم دروغ گفتن و قسم دروغ خوردنه. دروغ و شهادت دروغ میشه گفت حقیقت رو برعکس نشون میده. دروغگوها فقط عدالت رو دور نمیزنن، دچار عذاب وجدانم میشن. وقتی یکی دروغ میگه و یا در جای شهادت دروغ میده، فکر میکنه که هیچ کس متوجه نمیشه، در حالی که تو قرآن کریم همچین آیه‌ای هست: بدون هیچ شبهه‌ای پروردگارم دائم در حال دیدن و نظارت کردنه. از اینجا هم میفهمیم که خدا هر کاری که میکنیم میبینه و میشنوه، حتی اگر خودمونو فریب بدیم. جناب حقو نمیتونیم فریب بدیم.
روز بخیر. چه خبره اینجا؟ چرا انقدر شلوغه؟ منتظر نونی. الکی منتظری؟ البته توی پایتخت آذوقه نیست. اون وقت تو قصر انگار توت خوردم، مثل بلبل صدایی ازشون در نمیاد. اصلا برای کسی مهم نیست. پادشاه عشق و حال نمیکنه. حتما یه راهی پیدا میکنه. اینو نگاه کن، انگار میشناسی پادشاهو. میشناسم، خیلی خوبم میشناسم. تو هم خوش خیالی. میشناختی اینجا مثل ما منتظر نون وای نمیستادی؟ تو قصر بودی اصلا. میشناسه، حرفا میزنم. سلام. بالاخره اومدین. این چند روزه کجا بودین؟ نادیا، خیلی مشغول بودم. میدونی که کارام خیلی زیاده. متوجهی که؟ دیروز آنا رو دیدم اینجا تو سفارت روس. آنا؟ بله، و خیلی هم نگران بود. نگفت برای چی اومده؟ از قصر اخراج شده. اخراج شده؟ چی گفت؟ بهم بگو. به من نگفت، فقط هی تکرار کرد باید با شما حرف بزنه. آه شاهزاده، بگو ببینم چه خبر از این ورا؟ ظاهر، من باید فوراً بابامو ببینم. شاهزاده میشه بعداً ببینیدشون؟ سرورم این روزا خیلی مشغوله. نمیشه ظاهر، مسئله مرگ و زندگیه. فوراً باید بابامو ببینم. خیره، صدای شاهزاده‌مو میشنوم ظاهر. سرورم، شاهزاده میخواد شما رو ببینه. وقتی تا اینجا اومده درست نیست شاهزاده رو معطل کنیم. بگو بیاد ببینمش. آقا خیرالدین، با شما بعداً ادامه میدیم. اطاعت سرورم. تعریف کن ببینم چه موضوع مهمی باعث شده بیای اینجا. بابا، من تو آتیش جهنم میسوزم. خدای من، چرا اینطوری فکر میکنی؟ چون گناه کردم، یه گناه خیلی بزرگ. چه گناهی کردی پسرم؟ دروغ گفتم. تو چه موضوعی؟ آنا در واقع آبجو صالحه رو نزده بود. خب پس چی شده بود؟ آبجو صالحه به امتحان اعتراض کرد، کاغذ رو پاره کرد و انداخت. بعدم به آنا گفت جمع کنه، بعدم به ما گفت کافر. بعدش آنا به آبجی صالحه گفت بره بیرون. اونم رفت. پس اون بهش سیلی نزد، فقط رفت بیرون. نه، منو ببخش بابا لطفا. من میخواستم از خواهرم دفاع کنم، ولی خیلی اشتباه بزرگی کردم. سرتو بالا بگیر. با گفتن حقیقت بهترین کارو کردی. آفرین. ببین پسرم، یه روزی میاد که تو پادشاه دولت عثمانی میشی. اگه مردم بهت اعتماد نکنن، به کی میتونن اعتماد کنن؟ ولی باید قول بدی که دیگه هیچ وقت دروغ نگی. قول میدم سرورم. آفرین پسرم، آفرین. ظاهر،
بفرمایید سرورم. سریع برید دنبال معلم، بیارید سر کارش. بگو اشتباه شده بود، وسایلشو جمع کنه و دوباره بیاد اینجا، هرچه سریعتر. اطاعت سرورم. یه قهوه دیگه بیارم. نه کافیه. موسا تا انبار خسته نشدم، شروع نکرده به چرت و پرت گفتن بره. درست میگی پاشا. خدا رو شکر. به خدا سپردمتون آقایون. مثل این که کسی آرد نداره. بعد شانس هم دیگه. سلام علیکم مأمور آقا. علیکم سلام. شنیدم بچه‌سیته به سلامتی. اون چیزی که میخوای من دارم. اسب یادم از که راسه دارم. ببین حواست باشه که چیزی نگی. چون باشه میام. میدونی که چه اتفاقی میفته. سر هر دومونو به باد فنا میدی، میفهمی؟ نه بابا، میخوام به کی بگم؟ خوبه. پس کیسه طلا رو آماده کن، زود باش. اسب میگیرم ازت. همش حاضره؟ خوبه. آره فعلا من رفتم. یارو پیدا شد. نه موسا، وقتو از دست نده. الان فقط تغییر میکنی. روز خوش. آقا ظاهر، اینجا چی کار داری؟ اومدم شما رو ببرم خانم معلم. یه اشتباهی پیش اومده و توی اون موضوع بی تقصیر بودن شما مشخص شده. وسایلتون رو جمع کنید. پادشاه پیامی ندادن؟ چی بگم؟ گفتن شما رو ببرم. همین مگه قرار بوده چی بگه؟ برو به پادشاه بگو من نمیام. یعنی چی نمیام؟ معلومه، یعنی نمیام. همین. به من یه عذرخواهی بدهکاره. تا معذرت خواهی نکنه نمیام. استغفرالله. کجا دیده شده پادشاه معذرت خواهی کنه؟ تو از جونت سیر شدی حتما. فکر کنم متوجه نشد. فکر کنم نتونستم متوجهت. بینم سیبا تازه، ساره خیلی خوبه. اینو نگاه. مردم گرسنه‌ان، این داره سیب میخوره. موسا آروم بگیر. بفرمایید، اینجا چیزی نیست، خبری نیست. برو آقا، برو قطعی اومده، هیچی نیست. برو آقا هره. داراشو بگیرید. برید کنار. یعنی چی اخراج شدم؟ من اخراج شدم، درست شنیدین. من گناهی ندارم و نمیتونم هیچی رو تغییر بدم و به همین خاطر لطفاً دیگه منو راحتم بذارید. لطفاً دیگه اذیتم نکنید. من نمیتونم کاری براتون. عقلت اومد سر جاش؟ آفرین. چطور جرأت میکنی؟ لازم باشه هر کاری میکنم. باید برگردی پیش سلطان. برگردم پیش سلطان، نمیفهمین؟ از کارم اخراج شدم. از اولم بهتون گفته بودم من واسه جاسوسی مناسب نیستم. لطفاً خواهش میکنم بفهمین. من نمیتونم.
امشب برمیگردی قصر. هر طوری شده اگه دستور منو اطاعت نکنی بدون که بابای عزیزت میفهمی که چی میگم. منظورم واضحه نه؟ آنا پتروناتو امشب باید برگردی به قصر. همین امشب آنا. بچه های من تو چشمای من نگاه میکنن و به من دروغ میگن. گلفتم، من تو رو از همه حساستر و صادقتر میدونستم. نکن اشتباه کردم. اگه اشتباه کردم بگو. درست میگین سرورم، ولی یه اشتباهی بود که کردیم. عبدالحمید، سرورم، تو چرا سکوت کردی پسرم؟ کسی که در برابر ناحقی سکوت میکنه شیطانه. تو اینو نمیدونی؟ وقتی خواستی از خواهرت دفاع کنی شکستن غرور یه آدم بیگناهو ندیدی؟ ببخشید سرورم. در واقع هممون میدونیم که مجازات اصلی واسه کیه، مگه نه صالحه؟ به چه جرأتی همچین کاری کردی؟ کی بهت یاد داده بود؟ سلطانم، بگو گلزار. پادشاه بچه ها رو جمع کرده تو اتاق. فهمیده صالح دروغ گفته. کی بهت یاد داده بود؟ دارم ازت سوال میکنم صالح. هیچکی یادم نداد سرورم. یعنی خودت به ذهنت رسید؟ بله. نگاهتو از من ندزد. به من نگاه کن. دیروز که اومدی پیشم صورتت سرخ بود. کی تو رو زده بود؟ خودم زدم سرورم. واقعا؟ از خودت باید خیلی مجازات بشی. مستقیم میری تو اتاقت، پاتم بیرون نمیذاری. همتون از جلوی چشمم دور شین، نبینمتون. بازم نون نیست. نونوایا هنوز بستن. پادشاه کجاست؟ نمیبینه مگه ها چی میخوریم چی کار میکنیم اصلا فکر نمیکنه. میخواستن این دوستا رو پیدا کنن. بعد چی شده؟ دقیقاً. بله راست میگه. حبیب اینجوری نمیشه. اینا مثل هیزم خوش دنبال باد میگردن. اون وقت ما هم باد میشیم و میریم وزیم. عالیه. آدم رو جمع کن بفرست تو شهر مردم رو تحریک کنن تا این آدم در قصد جمع نشن. نباید بشینیم. فهمیدی چی بهت میگم؟ متوجه شدم. پیداش نکردی؟ نه، انگار آب شده رفته تو زمین. کجا میتونه بره با این سرعت؟ یه جایی همین دور و بر است. موسی عارف اینجاست. کجاست؟ نه اونجاست. ببینم الان چجوری میخوای در بری عارف لنگ. خدای من چجوری اینو به پادشاه بگم؟ چجوری کافه تو از پیش من جدا نشو باشه؟ باشه دستمو ول کن. بیا. سرورم. بگو زهیر. خانم معلم اومد تو اتاقش؟ زهیر. سرورم.
معلم قبول نکرده بیاد. یعنی چی قبول نکرده؟ مگه نگفتی دستور پادشاهه؟ گفتم سرورم، ولی؟ خانم معلم گفت با این شرایط نمیاد، مگر اینکه شما ازش... خب بگو. ظاهر دیوونم نکن، هرچی گفته رو بگو. سرورم دقیقاً اینطوری گفت. به پادشاه بگو به من یه معذرت خواهی بده، کارتا عذرخواهی نکنه نمیام. گفت باید عذرخواهی کنم. دیگه چی؟ این زن با خودش چی فکر کرده؟ نگفتی امر پادشاهه و باید بیاد؟ نگفتم سرورم. چرا؟ چون در روم بست. متوجه شدم. از محبت زیاد مرض میاد. بچه ها بهم دروغ میگن. معلم عذرخواهی میخواد. کجای جهان پادشاه عذرخواهی میکنه؟ هیچ کجای جهان. پادشاه دستور میده، بنده هاشم اطاعت میکنه. البته سرورم. تو چرا سکوت کردی کافا؟ چرا هیچی نمیگی؟ سرورم، فکر میکنم چون حرفشو باور نکردین آنا ممکنه ازتون رنجیده باشه. تو اینطوری میگی؟ بله سرورم. باشه، خودش میدونه. اگه نمیخواد برگرده پس بر نگرده. عبدالحمید، اگه میدونستم ما نمیشدم. با سلطان صالح حرف زدی؟ نه، فعلا زندانیه. جوری کالفا. بله سلطانم. به هم بگو داستان چیه؟ با پادشاه حرف زدی؟ الان از پیششون میام. درخواست کرده بودن معلم برگرده ولی اون قبول نکرده. خیلی خوب. راجع به من چیزی نگفتن؟ سلطان صالح چی گفته؟ خب سلطان صالح چیزی درباره شما نگفته، ولی ربط این موضوع رو به شما متوجه نمیشم. معلومه که به من ربطی نداره، فقط کنجکاو شدم. صالح، این آبروریزی چیه؟ چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ والده خواهش میکنم شما دیگه شروع نکنی. خواستم فقط از شرش خلاص شم، همین. آها، یعنی پشیمونم نیستی؟ نیستم. چرا باید باشم؟ تو به پادشاه و به همه دروغ گفتی، بعد تازه اینجوری هم حرف میزنی. پادشاه نفهمه این رفتار تو. نمیتونه ببینه، چون از اتاق نباید بیام بیرون. اگه معلم بخواد برگرده من ترجیح میدم نیام بیرون. این معلم چی کارت کرده که اینقدر کینه داری و همچین کارای زشتی رو انجام میدی؟ منو نگاه کن. این موضوع به هوشیار مربوط میشه؟ اگه بفهمم با اون شیطان دست به یکی کردی، تو رو هیچکی نمیتونه از دست من بگیره صالحه. من با کسی دست به یکی نکردم، ولی اگه قرار باشه مثل تو به بدبختیم راضی باشم، ترجیح میدم مثل هوشیار باشم. منم همین فکر رو میکردم. تو شهر آدمای پادشاه افتادن دنبالم. جا مونده بود گیر بیفتم، فهمیدی؟ ببند این گونیا رو بریم. بابا آدما رو پیچوندی؟ معلومه. خب اینجوری نبود که اینجا نمیام. هیچ جا ما نمیریم.
نه بابا، چرا نمیریم اون؟ امشب آقا فتا میادش، تا نیاد از اینجا نمیریم. عجیبه، چون میگم پادشاه آدماشو ریخته تو شهر برادر. منم میگم تا آقا فتا نیومده ما هیچ جا نمیریم. خیلی خوب، باشه صاحب میکنی. پیداشون کردی؟ خائنا از کلیسا سوء استفاده کردن. اینا باید بمیرنم اینجا. تو اینجا باش، ازشون چشم بر ندار. منم به پادشاه خبر میدم. الان وقتشه که حساب این فلاکتو بگیریم آقایون، فهمیدین؟ وقتشه که جمع بشیم جلوی قصر آقایون. درسته. کجاست دولت؟ نون میخوایم، آرد میخوایم، آزوقه میخوایم. ما نون میخوایم، آزوقه میخوایم. سرور، با توجه به اطلاعات ما مردم تو نقاط زیادی جمع شدن و با خشونت و خرابکاری به سمت قصد دارن میان. این کار مردم نیست. هر کسی این توته رو چیده کار همونه. سرورم، نامیک باشه، میخوام ببینم. بیاد. سرورم، بگو نامیک باشم. جای آردها رو پیدا کردین. تو کلیسای بیرون از جاده سور جمعشون کردن. پس پیدا شد. کجاست پس این آدم؟ خدا رو شکر. خبر این گناه تسلیم بشه. نامیک باشم. فوراً اینا رو به نونگاه ها فروشنده ها برسونید. اطاعت سرورم. این عوضیارم بندازین زندان تا وقتی بفهمی از کی دستور گرفتن هر کاری لازمه بکن. اطاعت قربان. تا اعتراف نکردن نکشیدشون. چشم سرورم. باشا، یکیشونمون بیرونه. اونو یادتون نره. سلطانم، کسی که خودشو سفیر دیمیتری معرفی کرد میخواد شما رو ببینه. بازم؟ بگو بیاد. سلطانم، خوش اومدین. ولی معنی این اصرارتون رو واقعا نمیفهمن. چی میخواین؟ همونطوری که توی دیدار قبلی هم بهتون گفتم،
دلم میخواد باهاتون همکاری کنم سلطانم. سفیر دیمیتری، معلومه که داری تو خیالات زندگی میکنی. من اون کسی که فکر میکنید نیستم. همونطوری که میبینین یه سلطانم که تو قصر خودش داره زندگیشو میکنه. اون وقت از این مردمی که ریختن تو کوچه ها و آشوب کردن و از اون آدمایی که تو کلیسا پنهان شدن هم هیچ اطلاعی ندارین؟ مگه نه سلطان من؟ پس الان که شاهزاده به کلیسا حمله کرده و آدما رو دستگیر کرده، براتون مهم نیست که اتفاقی بیفته؟ خودتون که بهتر میدونین جون خودتونم در خطره. شما چی میگی؟ سلطانم، میگن خبر بد زود پخش میشه. شما هم شنیدین خبرها رو آقا خلی؟ شما اینجا چی کار داری؟ سلطان اسما بعداً براتون توضیح میدن. سلطانم، راجع به موضوعی باید باهاتون مشورت کنم. کاملا محرمانه است. راحت باشید آقا خالد، اینجا فقط خودمونیم. قبل از اینکه بیاید ما هم داشتیم راجع به همین مسئله حرف میزدیم. رنگتون پریده؟ میخواید بشنید سلطانم؟ من خوبم. خوب باشید، چون شما رو اینجوری پریشان دیدن منو خیلی ناراحت میکنه. به همین دلیل برای نشون دادن حسن نیتم و کار مشترکمون به تعبیر ما اجنبی ها سورپرایزی براتون تدارک دیدن. من واقعا احساس خطر میکنم. خیلی خطرناک شده. سورپرایز؟ موسا ازشون مراقبت کن، نباید بمیرن. نامک پاشا، نامک پاشا.